انا ها برادرم چه خیلی؟ 100% اکا جان خطا چه خیلی؟ خوبم کار برو چه خیلی اکا جان؟ هجری یافتین؟ هجری رو یافتم کارم کمی دراز میکشد و فکرم زمین سبب گفتم که در این محله خانه اجاره گیرم. مشکل تو یکان اجاره ده شناس داری؟ چند ساله؟ بسیار نمیمونم برادر، یعنی 2 هفته یا که 15 روز. اگر کارم نشود میمونم نیستم. اکا جان شکر خدا گوید که با من روبرو شدید. آدم خوشبخت بودید. کارتون حالا یکا چه خیلی خانه مخلوقتونه؟ اون خانه باشد که زندگی کرده شود. آنقدر خانه با دبدبه نمیخواهم. شرایطش خوب باشد میشود. رختی خوب داشته باشد. نشد اگر کلپه و کلپشه داشته باشد قبول. خانه به چیز شورا میفورتونه؟ بله میشود. از شودور باشد میشود. تمام. تقدیرتون بلندی کرده که من در رکلام اگنس کار میکنم. یک خانه لوکس هست. باورم نمیآید. برای چی باورت نمیآید؟ من بطره دروغگو؟ استغفرالله. من در حیاتم دروغ نگفتم. دروغگو را خدا میزند. انا پیشکی گفتم اونم که 2 هفته اینا نمیدید، کمی کم 1 ماه. حق خدمت من 200 سوم. اینش میشود. یک خانه را بگی. خانه را؟ حاضر شما صاحب خانه و در بشه، شوکتی بیچاره باشه در کوچه میمونه. نفهمیدم. نفهمیدگیت خوبه. خیر رفتیم خانه را بینیم. بیا خیر در این محله همخی خانه لوکس یک تا دیگه نیست. قصر که میگفتگی انمی نسکه. خانه انمی قدر میشود اکا جان. باد و هوایش تازه و آزاده، در اول بویش وزبین است، بعد عادت میکنه. انا اونجا از تریزه منظره های زیبا رو ببینید. انا برادر از تمام شیرفروش ها رو میبینی. یک دود میزنی اکا خودشون با پیش نمیبینن شیرفروش ها. زمستانش گرمه، تابستانش خنک اکا. 5-6 ماه 20 عادت میکنه. برادر من اینجا زیاد نمیمونم آخر. 2 هفته گفته بودی. روز مرحمت اتاق دیگری رو بینیم اکا. این کم شوی مرحمت اکا. این چیست برادر؟ لوکس هم خیلی اوخی اکا. آقای برادر این خانه بسیار اشیا داشته هست اکا جان در این خانه نسکه هم هست. تمام چی آف میشه با چی میفورد اوخی اکا جان اکا بس بینی تا سرزی عیبه اوخی چخار نفس کش باد و هوایش بوی بهار میکنه. راستی گب اکا پیش خود چند دخترا اومدن معلمه اومدن ندادیم شون. من شرطنامه بند هستم. شرطنامه؟ گب نیست اکا بیار شرطنامه را میبندم شد. اکا جان بس است اکنون 1-2 نفسی چقار کش عادت میکنی. نفس کش مورد جواب تا میتیم. بینیم محکم شده. وای من اکا این بوی طبیعت اوخی. در این محله خانه بهترین انا همین است. بین 40 متر پایان صدیق، در برش لیمپوپو، از طرف راست مسجد، در پشت مسجد خانه هجری شون. یعنی میشود که اینجا رو خوب تازه کنیم؟ زندگی کردن ممکن است. علنی نرخش چند پول میشود؟ 500. کمتر ارزانه میکنی؟ توره نمیگیره که. یک دیگه هم بته اکا. بعد اول میگم میبینن خانه دزینفکسیون میکنن. اکا جان این خانه برای شما مبارک شود. سلامت باشی. خدا رو این چی خواب بزن؟ اکا حساب بستم. وقت استولدن شده ارسال اگه قوقش برای ما مایده شده. پنج هزار. خودم کور نیستم دیده ایستم. برادر این چی هست؟ مگر ما 5000 خوردیم. 5000 اکا. تو چی حساب همه رو در من نوشتی؟ برادر تو مگر اخلاق رو خوردی در 5000 من 10 سال زندگی میکنم. یک آدمی با غرور رو بینم در قیمت حساب میکنن. 1 دقیقه اکا. اخلاق کم تخصیصی کنی در بلود میشننی سه خوب سه خولی میکنن. اینجا چی گفت؟ برای استاد ناراضی کرده استاد. من با اجازه شما یک گوجه خانه رفتیم. چرا اینجا بیا؟
ای برادر آرام شاید یک دقیقه بانکمت پول گرفته اومده پرداخت میکنم چه آدمه تمرقه گیر باز گرد میزنی ها ای برادریست تو من رفته پول گرفتم میبیرم یه سکت دارم ای برادر وضعیت ما رو هم فهمید من در برام اینقدر پول ندارم خیال کردم طرف خونه شما ارزون است با یک برادرم زنگ میزنم پول رو گرفتم میارد میشه خیلی چیکار کنم مایلش دوملوی مسجد رو باور نکنیم کی رو باور میکنیم تشکر سلامت باش دوملو ما رو ببخشیدم مانند شما یک دوملوی محترم با این خوتیک چی علاقه دارید نفهمیدم من خوتیک برادر در میگه پی گفتگی جواب میتی دیده پیش بیا بابو اکرم یا همون چوره $500 بله نوشی جانت نمورده نوشیدیم ده بخدو مزه چکری میکنه تو و دامولازیا بسیار دوست قرین هستید ها؟ بله دوست کودکی هستیم چنان دوست نزدیک هستیم که از روی این دوستی من برای اون کس دیگر دوست شدن نمیخوام اکرم سگره آدمی خوب اینه که بسیار خوب این دوستی ها رفیقی ها بسیار مقدسند اگر دانید بله بسیار مقدس است میدونم که نه مقدس کنی گبزن تو با چکار مشغول هستی؟ راستی من چخیل بگم یک وقتا سمبوسه فروش بودم چنان کار برامون اوج گرفته بود که در پشت سمبوسه خانه مردم نوبت می ایستاد به همین خداکای دوست سیسکگا تجارت ما را کشت با مرور زمان سمبوسه پنسمه برآمد سمبوسه یک سومه ما رو دیگه هیچ کس نخرید سمبوسه ما رو سیگاب اوریجینال بود خلاص راه دیگر تجارت را پیش گرفتم در این تجارت هم را سیگاب فریب خوردم اگر در یادتان باشد مهر بیزنس میگفتن که چه پول مالی داشتم همه تجارت سرش خورد بعد راستی گپ حاضر بیکارم ماشاءالله یگان کاری نمانده است که تو نکرده باشی بله در همه کار چند ساعتی کار کردم این حیات مبارزه است باید که مبارزه بریم حاضر جای کار گفته ایستادم یک دوستم قرض دارم شب و روز در فکر آنم که قرضهایم را چخه پرداخت کنم شبها خوابم نمیبرد و کمتر پیش گفته بودی که کار جستجو دارم بله کار میکنم حجت رانندگی داره؟ بله دارم سمالیات رو حتی های میکنم بابا اکرم خیلی خوب انا گوش کن من در این خانه بسیار غمگین میشوم میخواهم بعضا با ماشین سوار شده یک شهر را سیر کنم انا بسیار بودن ماشین ها از طرف دیگر پیری به این مانع میشود میگویم که به شخصی که شیر انسان خورده است ماشین را تسلیم کنم او باشد رانندگی آن ماشین را کند من باشم با آن ماشین سیر و سیاحت کنم به خدا فکری عالی جناب کردید من یک رفیق دارم شیر قاق خوردگیه نه تو من؟ بله رانندگی را قبول میکنی؟ بله آخی من چه قبول نکنم قبول میکنم به خدا شما شوخی نکردید مرا عروسی کن قبول میکنه بله به خدا من از خودسندی چیکار کردم رو نمیدونم بیا دستتون رو یک بوسه کنم اله حضرت خیر کاری بکنی رحمت که در حیاتم میکنه روزی بهترین یکم بار دیدم اما یک شرط دارم چی شرط؟ در این خانه در خانه بیرون میستی یعنی شخصی را که در خدمت من است هر زمان در پیش چشمم دیدن میخواهم معاشت را خوب میدیم تو هیچ خواطر نشو این خیلی نگویید استغفرالله آقای اکرم
حاضر رفته لخ پرما میورم. نه اول رفته یک دو دوره شهر را سیر کنیم بعد اومده میکوچی. بسم الله الرحمن الرحیم. شما خواهید من شما را پشتواره کردم میگردونم در شهر. بسیار خوب. برم پروا مگیرم بیارم. زود باش. رو انتظار هستم. چه برم؟ برآمد از اونجاست آنجا. برآمد را گفتم. چون پول راشو میدی راحت را بیشرف ببین چی سیگنال میتی؟ کجا سر از ما حیوان؟ ها تربیه نداره میگی راه پدرش باشه. خدا اولید کنی بزنیم میده شوی. بخشش بابای اکرم عصبم ویرون کردی حیوان اخیر. از پیش این قدر ماشین بسیار است تو باشه سیگنال میدیم. افسوس که توقع نبودم ده. اگر نه هولش میدی. خای چرا انتظاری؟ چیکار کنم؟ چرا انتظاری میگویم؟ مرا هم به غضب آورد. چرا مسخره کرده حساب هستین؟ گازده چرا مسخره کردنش را بفهمد؟ به خدا بشوخی؟ به خدا که قسم. اینطور باشد کپای مردک دود کرد. بابی اکرم گوش کنی تسمه بی خطری را بنده کلمه ما عرضه کنی سرمه مرا به حالم گذارید. من که از شما خلاص میشم روید از پیش من. خطا گفته از شما نه از تو دوملوزیا با موی اصلی را خورسن میشه تنها هستم. نامودش رود دوم شود دیگر نآید. او ساخته کاره دیوانه. این آدم کیست؟ چرا درباره داماد من این خیلی گپ میزند؟ بابی اکرم این آدم 99% بیعقل. موقتی دوملوزیا شوخیش میکردیم برای همین گفتیستن. این بیچاره را ماشین مردکشک 126 بار زد. این جایی که به هم ماشین مردکشک برنمش. خدا قبول کند. دیوانه نخی شده؟ وقتی گذاشتن ما چراغک او قدر سرخ نبود به خدا. چراغک را اون آدم سرخ گذارد چرا که ما بیانات دهیم به خدایی نمیفهمم. همین طور؟ بله. عجیب در حقیقت بسیار عجیب می نماید چون که با بیانات داده راننده دیگر عریضه شما زید می براید. من نمیخوام دروغ میگه او آدم چون که چراغک را شما سرخ گذاشته و به همسیف بیچاره من شما فشار آورده. آخر یا خدایا توبه شر نداشته در از او به ما فشار آورد. اما جریده ایمه دستک نزن. بخشش که عصبی شدم. تو راننده مرا دروغگو میگوید؟ بابی اکرم نوکی زبانم بسوز اگر من دروغ گفته باشم. آخر دوست شما دوستی من است. راننده شما راننده من است. سردارم ما راننده داشته بود هستیم و این کمر بخبر گشتیم. لوین خاموش. میگویند که همین ماشینم رنگ زمین دوی من. خدا راست میگنی. جام تگردم بابای اکرم. شوکت برادر تو در اینجا چیکار میکنی؟ ماشین رئیس رو تازه کردیستم. راننده خسرود شدم آخر. با عرق جبین پول کار کردیستم. آخر چرا با من نگفتی؟ چرا با من نگفتی شوکت؟ چشم تو سنگ میکفونه برادر. خدا را شکر گفتی برادر صاحب جای کار شده است از تو پول طلب نمیکنه. بخیر است نمیگویی برادر. بخیر باشه شوکت. رحمت برادر جان. آخر شوکت تو ای برادر گوش کن. بس بدگی همین نصیحت کنی. نه یک جای کاری حلال یافتیم. روز مومتی کار کنیم یا که برام خماربازی کنم. خماربازی برام. شوکت مگر من این رو گفته ایستادم. های دیوانه خونه رو چرا به اجاره دادی و به من نگفتی؟ خونه رو از کجا فهمیدی؟ دیشب رفتم. چرا رفتی؟ تو چرا به اونجا رفتی؟ خیر مالش با تو گپ زدن نمیشود. مرا گوش کن. آقای اکرم رو نرنجان با دقت باش. ای بیامون برادر چنان کار میکنم که تراکتور اگر خیلی کار کنه میشکنه. دین ایرو 180 رفت. خیر نباشه. سازوخی خوبم. خودت رو احتیاط کن برادر. این مسئله باز. داملا. در باغ گل چیدن و شاید ماشین ششتن و